سلام بابا. امروز متوجه شدم که یه سری از شاگردای عزیز من که مبتدی هستن درس اول رو با اینکه به درس 3 رسیدیم هنوز یاد نگرفتن. چیز مهمی که تو زبان ایتالیایی هستش برای خوندن، نوشتن، حرف زدن، الفبا رو کنار هم گذاشتنه، تلفظشه. ای انگلیسی صدای ا میده توی ایتالیایی، آی انگلیسی صدای ای میده توی ایتالیایی، اس چی ای صدای شی، اس چی ا صدای ش، چی